در خوشحالی زندگی کنن و واسه همینم که من یه کار قشنگ کلکتیولی با همدیگه براشون انجام بدیم. اگر اجازه بدید من میخوام خواهش کنم یکی از دوستان خوب من لمنا ازش خواهش کنم تشریف بیاد اینجا. لمنا جان از چایلد فاوندیشن اینجا هستن. این دوستان من در داخل ایران فعالیت‌های خیلی زیادی برای بچه‌هایی که خونه ندارن انجام میدن و من دلم میخواد شیکاگو I want Chicago to show an appreciation for this. So, is Lemna around here? میشه از Lemna خواهش کنیم بیاد اینجا. Can you let that beautiful lady come up here? یه دست بلند بزنیم به افتخار Lemna. اشون بیا وسط من بشینید. Beautiful. So, we're going to use these two microphones. Bring Shani's mic here also. دوستان عزیز، اول بذارید لمنا یه دقیقه توضیح بده که اینجا چه کار میکنه و شما اینجا چه کار میکنید. لمنا جان hold the microphone, hold. یه دست بلند بزن به افتخار لمنا. درود به همگی. از همتون ممنونم از اندی جون و شینی جون عزیز. واقعا مهربونترین و اصیلترین خواننده‌های ایران هستید. یعنی من اسمم لمنا هستش. رئیس هیئت مدیره چایلد فاوندیشن هستم. ما در واقع یکی از تنها مؤسساتی هستیم که توی آمریکا مجوز اوفک از اداره خزانه‌داری داریم و کودکان ایران رو از لحاظ تحصیل حمایت میکنیم. ما الان 18,000 بچه تحت حمایتمون وجود داره و با کمک همه شما، با کمک اندی عزیزم و شیخ عزیزم و از همه اونایی که قلبشون برای ایران میتپه، برای بچه‌های ایران، برای آینده ایران. دوستان عزیز، منم اضافه کنم که وقتی میخوایم برید خونه سر راهتون توی لابی چایلد فاوندیشن اونجا یه میزی داره. اگر میتونید اونجا ثبت نام بکنید برای اینکه این قسمتش خودت بگوید $40 در ماه میتونه زندگی یک بچه رو عوض کنه، بهش امید تحصیل و امید رویا پردازی میده. حالا این حرفی که من میزنم میدونم خیلی از آقایون و خانوما اینجا خدا رو شکر بیزنسشون خوبه و خدا کنه که پولدارتر بشین because you deserve it. You came to this beautiful country, you worked hard and you've earned it and you deserve it. وقتی میری خونه یه نفر حداقل یه نفر رو از بچه‌های چایلد فاوندیشن رو رجیستر بکنیم که ماهیانه $40 بهشون بدیم برای اینکه تنها مؤسسه‌ای که از توی آمریکا میتونه قانونی پول بفرسته برای این بچه‌ها چایلد فاوندیشن هستن و من دلم میخواد که فردا حداقل 100 تا 200 تا از بچه‌های داخل ایران رجیستر بشن و سیو بشن. البته که ما امشب حتما این ویدیو رو فیلمبرداری رو تو سوشال میدیا هم میذاریم که میلیون‌ها ایرانی رو ببینن برای اینکه میدونم شما کارهای خیلی بزرگ انجام میدید و بچه‌های ما در داخل ایران میدونن که ما بعد از 45 سال هنوز به فکرشون هستیم که یادشون هستیم. You want to add something to that? No, it's just کاری که ما اینجا میکنیم بیشتر از فقط حمایت بهشون امید میدیم، بهشون تو این دنیای تاریکی که براشون وجود داره آینده میدیم. از همتون ممنونم، از اندی جون، از شیما جون که واقعا باعث میشید این بچه‌ها امید داشته باشن در زندگیشون، بتونن رویا ببینن. یک دست بلند بزنید به افتخارشون. Thank you for all the good work.